پشتی لحف هاتنا دنافبرا چکدارین اسلامی و یپکی ده لسر رواستاندنا شروپفچونین لسر سینور روشلاتی عفرین و عزازه. جیش السوار یکو دنابا هزا سوریا دموکراتیک ده و نیزیکی یپکیه او لحف هاتن رد کرو گوت او پابندی و نابن جبر کو شر دنافبرا وانو گروپین اسلامی ده بو و یپکی تیده بشدار نبو. جبر ویجی جارکدن شروپفچون دنافبرا هزین اسلامی و جيش السوار ده لسر سینور عفرین درکتن. کوچکدارین جيش السوار جگونده بین یه نافچه شیراوه و بتوپان تاویجن گروپین اسلامی لدردورا باجارو که دیر جمیله و اسلامی آنجی بهتری 8 توپان آویتن گونده بین یه عفرینه. جيش السوار جی داخیانی اکی دراغهان کو او شر خواه بردوان بکن. حتی وان گوندین وکو کشتعار تنبه مالکیه و شوارغه یین گوندوارن عزازه کو کتنا دبن دست گروپین اسلامی یه گوندوار نعزازه کو کتنا دبن دست گروپین اسلامی ده وگرینه. جالگوان دبیجن کو اوه هلوستا جيش السوار آرمان جيجي اوه کو یپکی ریل بر حزاب ناو سوریا دموکراتیک کو بفرمی تبلی کو تو بیجن بگروپین اسلامی روکه. جبر کولیوایا جبهت الاکراد یا بسر پیاده و دناو جيش السوار ده و یپکی بخورتی پشتوانیا ویدکه. کل گور چالکوانان آرمانجا وی شری اوه که دورین دنافبرا داعش و یپکی ده کن هاد من کنترول الجبهه الشاميه و احرار الشام دنا لباکوره گوندوارن حلبه تکوند بن کنترول هزا سوریا دموکراتیک و رژیم سوریه کاربه خوابک هنا هر دو باجارو که نبلو زهرا ین شیعه ین لسر سینور عفرینه.